یه نکته راجع به کار گذاشتن کاسه ایرانی. ببینید ما دور لوله رو این سنگای ریزه رو میریزیم که ماسه از زیر خروجی سنگ خارج نشه و بره تو لوله. اونا رو میذاریم که حالت درشت‌تر داره. بعد ماسه رو میریزیم دور کل لوله و اون قسمت زیر سنگ ایرانی به این صورت به هیچ عنوان از سیمان استفاده نکنین توی این مرحله، چون اگر سیمان بریزین عملا دارین راه خروج آب رو میبندین و از زهکش و اتفاقی که میفته یه سری سرویس ها قاعدتا همه رفتن توشون، یه بوی نم خیلی بدی میده، آب میمونه اون تو و مشکل ایجاد میکنه بعد براتون.